بهش بزنید. خب از قرار معلوم بار موسیقایی مجلس بسیار بالاست. سیری ناپذیرید از موسیقی، نه؟ اشکالی نداره، اجرا میکنم. فقط بگید سنتی بخونم یا پاپ. داریوش جواب نمیدن، گفتم بریم اشکه. سنتی یا پاپ؟ سنتی با فالوده باشه آبلیمو. اکثرا میگن پاپ و شاد بخونم یا غمگین. وای عزیزا چرا اینجوری جواب میدین آخه؟ نگاه میکنم تو جمعیت دارم نگاه میکنم، انقدر بعضیا خجالتی ها میخواد بگه شاد اینجوری میکنه شاد خودتو میگیری بدتر من قول بیشتر دست و پا میکنم. جشن به این قشنگی خواهش میکنم عزیزم ریلکس راحت باشین. راحت نه اونقدر دیگه راحت آقا، یه خورده ناراحت باش داری که همه راحت باشن. شاد و پا میکنم. قسمتی بودا از فیلم سینمایی علی سنتوری و با صدای خواننده محسن چاوشی. دل با بزار بیتابم بازم شبم میخوابم ازم خبر ندارم جا خود زودی دارم رسیدی ندارم چشم مشت ساده بیگذر میشه رسیده صدات یه نفس آن من میکنه نفسای آخره یه نم داره جون میگنه همش دارم دست به دستا داره عالی میشه. باور کنید من اصلا تصور نمی‌کردم یه سالونی بیام اینجوری انسان‌های فریخته و شاداب نشسته باشن 2 دقیقه دیگه همینجوری باشه کاملا دیوانه. میخندی؟ نمیدونی تأکید من چرا رو دیوانگیه. از دیوانگی زیاد میگم فقط به خاطر اینکه عزیزم دیوانگی هم واسه خودش. ماشاءالله همه با این مقوله آشنان. یه آهنگ گذاشتن نوار، یه آهنگی بسیار غم انگیز توی دیوونه خونه عکس العمل دیوونه ها رو میخواستن